سلام، امروز رفتم دانشگاه. یه سری کارهای مربوط به انتخاب واحد داشتم، اونا رو انجام دادم. اینم محیط خوشگل دانشگاهمونه. بعدش هم رفتم کتابخونه دانشگاه. الان زمان حذف و اضافه است، به خاطر همین اساتید یه سری درس ها رو درس دادن. دیگه رفتم کتابخونه همونا رو یه نگاهی انداختم. من کلاً کتابخونه دانشگاه رو خیلی دوست دارم. هم امنه و هم خیلی آرومه و هم در من حداقل یه انگیزه ای ایجاد میکنه که درس بخونم. این که میبینم بقیه همه در حال درس خوندنن یا دارن یه پروژه ای انجام میدن باعث میشه منم دلم بخواد همون کار رو انجام بدم. من آدمیم که وقتی خونم خیلی موتیویشن و انگیزه برای انجام کارام ندارم و کلاً برای انجام هر کاری، گاهی اوقات حتی کوچکترین کارها، نیاز به یه انگیزه خاصی دارم و کتابخونه و درس خوندن توی کتابخونه این انگیزه رو در من ایجاد میکنه. بعدش هم با دوستم رفتیم کافه و 2 تا قهوه خوردیم و برگشتم خونه. این بار از دیجیکالا یه سری کتاب سفارش دادم. اولیش کتاب معجزه‌های خاربار فروشی نامیاست. نوشته پشت کتاب میگه داستان کتاب درباره 3 نوجوان است که بعد از دزدی تصمیم میگیرن به یک مغازه متروکه بروند و تا صبح همونجا بمانند و وقتی آبها از آسیاب افتاد فلنگ را ببندند. اما آن مغازه خیلی عجیب است و آنها متوجه میشوند که گذر زمان در مغازه با گذر زمان در بیرون از مغازه فرق دارد و بعد اتفاقات جادویی بیشتری میافتد. آنها نامه‌هایی از گذشته دریافت می‌کنند که در آن اشخاص احتیاج به راهنمایی دارند. اول مقاومت می‌کنند و نمی‌خواهند به نامه‌ها پاسخ بدهند، اما بعد شروع به پاسخ می‌کنند و کم کم متوجه حقایق و داستان‌های زیادی می‌شوند. داستان زندگی‌هایی که قطعاً شما هم از خواندن آن لذت می‌برید. کتاب بعدی کتاب خدمتکاره که به نظر من یکی از جالب‌ترین داستانا رو داره. متن پشت کتاب میگه میلی برای کار وارد بزرگترین و مجللترین خانه منطقه می شود. یک دختر سابقه دار که هرگز فکر نمی‌کرد بتواند در خانه خدمتکار شود، چه برسد به خدمتکاری ثروتمندترین خانه منطقه. نمی‌داند که چطور او را با آن سابقه پذیرفتند، اما او به یک سرپناه و به پول نیاز دارد. به محض اینکه محل اقامتش در آن خانه مجلل را می‌بیند به همه چیز شک می‌کند، اما نمی‌تواند آن موقعیت را از دست بدهد تا اینکه متوجه چیزهای عجیبی در خانواده می‌شود. کتاب بعدی یک کتاب داستان کودکانه که برای نوجوانان میتونه مناسب باشه. کتاب دوروتی و جادوگر در سرزمین اوزه که فیلمش رو اکثرمون دیدیم. من فقط فیلمش رو دیدم و هنوز کتابش رو نخوندم. کتابش توی دیجیکالا قیمت خیلی خوبی داشت، به خاطر همین تصمیم گرفتم کتابش هم توی کتابخونم داشته باشم و بخونمش. این کتاب یک کتاب داستان کودکان به زبان انگلیسیه و دلیل اینکه من این کتاب رو انتخاب کردم اینه که تا به حال کتابی به زبان انگلیسی نخوندم و خواستم اولین کتاب انگلیسی که باهاش شروع میکنم سطح پایینی داشته باشه تا برای ادامه دادن ناامید نشم و به نظرم این انتخاب خوبیه، چون میدونم کاملا میتونم از پسش بر بیام و بعد از خوندنش برم سراغ کتابایی با سطح بالاتر.
این کتابم داستان سفید برفی و 7 کوتوله است که هم عکس داره و هم تمرین برای حل کردن و هم لغات اصلی هر صفحه رو پایین صفحه گذاشته تا تاکید بیشتری کرده باشه. این کتاب هم مثل کتاب قبلی یک داستان کودکان با زبان انگلیسیه که فقط داستانش فرق میکنه. داستان این کتاب رو تا حالا نخوندم و خیلی مشتاقم که بخونم و ببینم چیه. اسم این کتاب رو خیلی شنیده بودم. پیش از آن که قهوه سرد شود، توشیکازو کاواگوچی، ترجمه زهرا عزتی. متن پشت کتاب میگه که اگر به گذشته برگردید دوست دارید چه کسی را دوباره ملاقات کنید؟ دوست دارید چه چیزی به او بگویید؟ البته این زمان برگشت کوتاه است. شما فقط به اندازه سرد شدن یک قهوه فرصت دارید وگرنه تبدیل به روح میشوید. کتاب پیش از آن که قهوه سرد شود به قلم توشیکازو کاواگوچی داستانی تأمل برانگیز و فانتزی است که کافه‌ای در توکیو را به تصویر می‌کشد که با قوانینی خاص می‌تواند انسان‌ها را به گذشته یا آیندهشان ببرد. کتاب جنگ عاشق‌ترین دختر دنیاست. متن پشت کتاب میگه که نوئل سالازار در این رمان شخصیت را به وجود آورد که برای سالها باقی میماند. او از طریق آدری داستان زندگی زنانی را روایت می کند که به برنامه خدمت زنان خلبان نیروی هوایی پیوستند و داستان زندگیشان در تاریخ گم شد و به فراموشی سپرده شد. از هواپیما که پایین آمدیم افسری گفت یا خدا خلبان اون هواپیماها دختر بودن. در حالی که به سمت دفتر اصلی می رفتیم با خودم فکر می کردم که آیا امکان دارد برای یک بار هم که شده ما را دست کم نگیرند؟ امکان دارد یک بار مردها ما را ببینند و چشمک نزنند؟ امکان دارد از اینکه کاری را انجام می دهیم که همیشه فکر کردند مخصوص به خودشان است متعجب نشوند؟ زمانی می رسد که به خاطر شجاعت و توانایی هایمان برایمان ارزش قائل شوند و به ما احترام بگذارند یا همیشه قرار است در ذهن اونها که فقط دخترم باقی بمانیم و به چشمشان همیشه همانهایی باشیم که با اسباب بازی هایی بزرگتر از توانشان بازی می کنند. کتاب بعدی کتاب پاسیل‌های بنفشه که یک کتاب کودک و نوجوانه. من همیشه دوست داشتم این کتاب رو بخونم. متن پشت کتاب میگه کاترین اپلیکیت در اولین رمان خود پس از کسب جایزه نیوبری داستانی فراموش نشدنی و جادویی درباره خانواده، دوستی و مقاومت در برابر مشکلات زندگی خلق کرده است. جکسون و خانواده‌اش روزگار سختی را می‌گذرانند. دیگر نه پولی برای پرداخت اجاره و نه غذای چندانی برای خوردن باقی مانده است. والدین، خواهر کوچکتر و سگ جکسون ممکن است دوباره مجبور شوند که در ماشینشان زندگی کنند. کرنشا گربه‌ای بزرگ و خیالی است که برای کمک به جکسون به زندگی او بازگشته است. اما آیا یک دوست خیالی می‌تواند کاری کند که همه چیز یک خانواده از دست نرود؟ کاترین اپلیگیت دوست داشتنی از طریق راه‌های غیر منتظره به مخاطبین ثابت می‌کند که دوستان اهمیت دارند، چه دوستان واقعی و چه خیالی. کتاب کتابخانه نیمه شب یک کتاب خیلی معروف و محبوبه که من هنوز فرصت نکردم بخونمش، ولی خیلی منتظرم که حتما سر یه فرصت مناسب بخونمش. من از انتشارات کتاب کوله پشتی خریدم که به نظرم دیگه چاپ از این بهتر نمیشد و خیلی تمیزه و فونتش عالیه و جلدش هم قشنگه.
متن پشت کتاب میگه بین مرگ و زندگی یک کتابخونه است و توی اون کتابخونه قفسه‌های کتاب تا ابد ادامه دارن. هر کتاب شانس امتحان کردن یکی از زندگی‌هایی رو بهت میده که میتونستی تجربهشون کنی تا ببینی اگه انتخاب دیگه‌ای کرده بودی چی میشد. اگه شانس این رو داشتی که حسرتاتو از بین ببری، کار متفاوتی انجام بدی، چه اتفاقی میافتاد؟ جایی آن سوی لبه دنیا کتابخانه‌ای هست با تعداد بیشماری کتاب که هر کدام قصه یک زندگی را روایت می‌کنند. یکی قصه زندگیت به همین شکل کنونیش است و دیگری قصه زندگیت با این فرض که زمانی در جایی انتخاب متفاوتی کرده باشی. همه ما همیشه در این فکریم که شاید زندگیمان میتوانست متفاوت باشد، اما اگر این شانس را داشته باشی که به این کتابخانه بروی و خودت تمام زندگی‌های دیگرت را ببینی چه؟ امکان دارد هر کدام از این زندگی‌ها بهتر از زندگی کنونیت باشند؟ در رمان جدید و مسحور کننده مت هیگ به نام کتابخانه نیمه شب دقیقاً همین پرسش برای نورا و سید پیش می‌آید. نورا این انتخاب را دارد که زندگیش را با زندگی جدیدی عوض کند، مسیر شغلی جدیدی را پیش بگیرد، روابط شکست خورده سابقش را ترمیم بخشد و طبق رویای کودکیش یخچال شناس شود. اما همچنین باید حین سفر در دل کتابخانه نیمه شب به درون خودش نگاهی بیاندازد و آنچه واقعاً به این زندگی معنا و ارزش می‌بخشد پیدا کند. بخشی از هملت هم تو همون 77 بازسازی کردیم. آره مونولوگ معروفش بود. بودن یا نبودن مسئله این است. با محمد رضا هدایتی اینا. آره. آیا شریفتر آن است که ضربات و لطمات روزگار نامساعد را متحمل شویم یا آنکه سلاح نبرد به دست گرفته با انبوه مشکلات به جنگ برخیزیم؟ مردن، خفتن و شاید خواب دیدن آهمان همین جاست. آن زمان که این کالبد خاکی را بشکافیم
درون آن رؤیاهای مرگباری را میبینیم. ترس از همین رؤیاهاست که عمر مصیبت بار را اینقدر طولانی میکند. زیرا اگر انسان یقین داشته باشد که با یک خنجر برهنه میتواند خود را آسوده کند، کیست که در مقابل ظلم ظالم، تفرعن جابر، تکبر متکبر، دردهای عشق شکست خورده و رنجهایی که لایقان صبور از دست نالایقان میبینند تن به تحمل دهد؟ تفکر و تعقل ما همه را ترسو می کند و عزم و اراده هرگاه با افکار احتیاط آمیز توأم گردد، رنگ باخته صلابت خود را از دست می دهد و به مثابه همین خیالات بلند عمر مصیبت بار اینقدر طولانی می شود. من فکر کنم شما باید از این به بعد مرسی.